سلام بچه‌ها، خوش اومد به اولین ویدیوی من از کانال آپارات و یوتیوب من. امیدوارم که حمایت بشم و اینکه بهترین چیز رو برای شما ارائه بدم. اومدیم با یه دست از بازی نوستالژیک قدیمی، اینکه همون پابجی بتل گراوندز که خیلی از قدیمی ها میشناسمش. امیدوارم خوشتون بیاد. من مکسترام و اینکه لایک، کامنت و باز نشید ویدیو سابسکرایب، خلاص همه کار بکنید. یادتون نره که خیلی خوشحال میشم این کارا رو بکنید. این بزرگترین لطفتون در حق منه. خلاصه بریم واسه بازی. لیتس گو. خب بچه ها، داستانش اینه که من درست یوتیوبر تازه کارم، خب خیلی از داستانش اینه که دوست ندارم تو حاشیه باشم و اینکه میخوام نه هیچی بگیرم نه چیزی. اگه دوست نداشتین، نقطه ضعفی داشتم، میدونم میکروفونم زیاد خوب نیست، اگه ضعفی داشتم لطفاً به من بگین که من بتونم براتون ویدیوها رو بذارم و اینکه بفهمم چه مشکلی داره که براتون رفع کنم. خب اومدیم ببینیم چی میشه. محبه دارم اخشی شوخی کردم. داستانش اینه که خدای بازی خوبیه. بریم واسه کجا هاش پوچینکی خوبه. خب اگه برسم ببینیم چی میشه. خب بچه ها، پینگمونم بد نیست ولی خب بازم زیاده. هی دیگه خلاص داستانش اینه که بچه ها دیگه میریم واسه پوچینکی و تمامش کنیم. امیدوارم بس کنم دیگه. به نظرم بچه ها داستانش اینه که من یه کانال کاملا گیمینگم، اگه دنبال ولاگ نمیگردین من ندارم و اینکه خوشحال میشم، گفتم دیگه خوشحال میشم لایک کامنت گذشت یادت نره. اگه کامنت نذاشتی همین الان بذار، اگه لایک نکردی همین الان لایک. خب بریم واسه لوت جمع کردن. کلاه لیبیلیک خدای مزخرفه. دوستان میتون ای تفنگ بد حاجیه در داخل اسکوپ هدف گیری. یه اسکوپ نیاز هستم واسه کگم. حالا همه‌تون مثلا میایید داخل کامنت ها میگید که کال آف بهتری کار. میدونم بچه‌ها این بازی خدای قدیمی شده، هر کس میتونه خودشو داشته باشه. کسی که میخواد کال آف بازی کنه به من مربوط نیستش که چی میخواد، ولی خب تا جایی که میتونم روی دستگاه‌های مختلف امیدوارم بالا بیاد. انواع کمک هایی که میتونم بهتون بکنم و میکنم. شما کمک هایی که میتونید بکنید که ببینیم چی میشه. هی 2x من نمیدونستم دارم. عجیبه. شاید همدیگه رو میکشن. یه دقیقه وایسید. کیل دوز دار. بذار یه دقیقه بگذره. ماشاءالله اکسکوپ رو نگاه. این کجاییه؟ خیلی پروه. همه ماشاءالله با پلی استیشن هن. یار ما هم یار رندومه. واقعا که هر لحظه احتمال باختنمون هست، چون که فری فایر میتونه انجام بده این کارو. فری فایر میتونه، کال آف میتونه. نه شوخی کردم. این کال آف فری فایر نه شوخی کردم. خدایی بس کنیم. این بیمزه الان میگه چرا شما بیمزه کنید. خب دیگه همین که هست شوخی کردم. گفتم اگه انتقادی از نظر شما هستش به من بگین. نراز کنیم ببینیم چی شد توش. بوقه نه موزه نه چیزی، بوق. ایوه
خب ببینیم چی شده. انیمیا زیادن، هممون یه جاییم، اوضاع باید جاخیزه. این مپ رو نگاه خدایی، حس میکنم یا خدا هنوز 30 نفریم. امیدوارم باز که نه دیگه من باتکاش نیستم. امیدوارم پلیر باشه، ولی خب نه اونقدر پرو. خدایی با کنسول پلی دادن خیلی سخته، مخصوصا دسته رو بگیری. ماشینا هم زیاده اینجا، لعنت بشه. صدا و ماشین اینجا همه چی هست. هی من چون این ویدیو میسازم حالا کاملا توضیحاتمو میدم. یا خدا نه دیگه شوخی نکردم. چرا ریلکسم دارم صحبت میکنم اینجا همین شکلی انیمیا اومده. چی؟ نمیدونم حاجی. آره خدا خوبه، بازم بد نیست. جونم بسید برم کنن ها حس شیشم. بچه اگه میخواین استریمر بشین اصلا نترسید، چون من قبلا واسه اینکه استریمر بشم خیلی میترسیدم. اینکه ترس این بزرگترین مشکل برای اینکه استریمر بشید اینه که بترسید. از هیچ وقت نترسید. برای اصلا شما 10,000 تا اگه کامنت گرفته بودین همشون هیت گرفتید، همشون هیت بود، ای وای بس کنم خدا چه اوضاعیه. من خدای علکی صحبت کرد، ولی خب داشتم میگفتم انشالله با بلندم نکن داداش. ها میذاریم اینجا یعنی چه مرضیه دیگه، همونجا ریکال نکنی. نجاتم ریکال که نمیشه. داشتم میگفتم اینه که کامنتی که هیته به نفعمونه، بیشتر داره طرف جوری به ما کمک میکنه، کار میکنه که ما حمایت بیشتر بشیم دیگه. دمش گرم و هر چقدر بگم دمش گرم. ویو میگیرم نگاه میکنی تا تک یه کامنت فوشم برام بذاری برادر بیا. دمت گرم خدایی. عشق هیتر گرام عاشقتم. هی خلاصه داستانش اینه که به آخرای بازی نزدیک شدیم دیگه. میخوام مجری بشم و اینکه یه دونه انرژی میزنیم بالا جونمون پرشه. میریم جلو، میدونیم شمارسیم اینا، میریم نزدیکشون. بچه‌ها دوست دارین آدم فانی باشم یا چی؟ مثلا جدی باشم، فان باشم، هر جور که دلتون خواست من میسم باشم. البته نه دورو اینا. سعی میکنم فان باشم، سعی میکنم روک باشم که نمیتونم، متاسفانه نمیتونم باشم. فیلمم خراب نشه خدایی. آخر بازی هاش ایکسم دارم دیگه، چه بهتر. خب به نظر من دیگه من کمپر نیستم. ایوا عمدی نبودا، افتادم لعنت بهش. جونم نداریم عشق هستید، جونم نداریم. شانس آوردم نمردم. بود مکسر علی، من مکسر اسم ندارم. والا خدا یه ماشین برداری راننده دیوونه است نمیسته. خدا ماشینم دود میکنه. میگم الان وقتش که دیگه باید یه جون بزنم. خدا رحمتش کنه آقای جون، عشق تمام کسایی که میشناسنش دیگه، عشق همه. یه جورایی میشه گفت 80 90 زیاد باش دست و پنجه نرم نکردن، این نمیشناسنش. خلاصه میریم جان مصرف میکنیم، یک عدد جان میدویم بریم تو سیف زون. ماشین قربون از کجا گیرش آوردی؟ خوشگله. بردنی گفتم الان بیتر کنستش مجوبی احسابا. نمیدو بریم
یه امیدوارم خدایی داریم 12 نفر بیشتر نیستیم. ما هم یه سکواد تقریبا کاملیم، 3 نفریم. این بمورده این نفر هم شکار میکنه لعنت بگه. نمیدونم خدایی کیفیت واسه اون زمان بد نیست، یعنی خوب نیست، خوبه. مقاومت نکن، دوست دارم بمیری. خیلی علاقه دارم به اینکه بمیری. آقا نه بدی تو نمیخوام، من خوبی خودم میخوام. یعنی تو رو بکشم تا خودم زنده بمونم. بهشو زیاد صحبت میکنم، اکس میکنم. اشکال ای من ریدم تو اون رانندگیست. یه دقیقه گفتم این ردی هم گفتینه رشک تیر بزن. خدا این بمبه موشک نبود آقا، ایران حمله کرد. نه البته ممکن اسرائیل هم باشه، حالا سیاسی میشه. تیر بزن آقا، بمیر دیگه. باید بترکی، حقیقتا بهت گفتم باید بترکی. ماشین داره میترکه. چند تا تیر بهت بزنم لعنتی، تیر ندارم. خب ما لعنت به شما رو، لعنت بهت. نذاشتی هم من بکشمشم تو هم که نو. ایوه اینجا با بچه شمارسه رو گیر بیارم، شمارسه رو گیر بیارم. یه نه شمارسه نه دو باشی دو سه مور. من نمیرم بذار جون بزنم. چه وای ندارم لعنت بهش. جون بزن. ای وای نوبم خودتی لعنت بهش. ای وای من انتظار نداشتم ببازم خدایی. بچه ها اینم بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون باشه. گفتم کامل